کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخله در شهر ترسونزاده نظارت را در سمت پیشگیری حقوق بیرونکنی شهروندان هنگام اداره واسطه‌های نقلیات در حالت مستی و به شهادتنامه حقوقی رانندگی پرزور نمودند. این است که بعد از عملی گشتن کدکس حقوق بیرونکنی ماموری جمهوری تاجیکستان و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با تغییر الهه‌ها 29 حالت حقوق بیرونکنی از طرف رانندگان واسطه‌های نقلیات در حالت مستی و به شهادتنامه حقوقی رانندگی آشکار گردیده نسبت چنین شخصان پروتکل حقوق بیرونکنی ترتیب داده شد. در مدت سپری گشته از طرف شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر ترسونزاده در اساس ماده 332 337 یعنی در حالت مستی قرار داشتن رانندگان واسطه‌های نقلیات 15 عدد رانندگان واسطه‌های نقلیات پروتکل ماموری نسبت آنها پروتکل ماموری ترتیب داده شده. رانندگان از حقوق رانندگی محروم کرده شده. این چنین جریمه های قرار شده را پرداخت نمودند. این چنین 14 عدد رانندگانی که حقوق رانندگی واسطه نقلیات نداشتند نسبت آنها نیز چاره‌های ماموری دیده شدند. در کدکس حقوق بیرونکنی ماموری جمهوری تاجیکستان با ماده‌های جداگانه از جمله ماده‌های 37 42 332 336 337 و 342 تغییرات وارد کرده شده. جزاهای پیش بینی گردیده وزنین کرده شدند. مثلا موافق کدکس با تغییر الهه‌ها برای در حالت مستی اداره کردن واسطه نقلیات جریمه به اندازه 300 نشان دهنده برای حساب‌ها یعنی 15000 سومونی یا حبس ماموری به مهلت 15 شبانه روز با محروم نمودن از حقوق اداره واسطه‌های نقلیات به مهلت 5 سال تعیین کرده می شود. جوابگری برای به‌حقوقی رانندگی اداره نمودن واسطه نقلیات نیز پرزور کرده شده. اندازه جریمه تا 250 نشان دهنده برای حساب‌ها یعنی تا 12500 سومونی زیاد کرده شده است. در کدکس عمل کننده برای اداره نمودن واسطه نقلیات از طرف شخصی که حقوق رانندگی ندارد و در حالت مستی قرار دارد جریمه به اندازه 400 نشان دهنده برای حساب‌ها یعنی 20000 سومونی پیش بینی گردیده است. برای تکرارا در دوام سال بعد تعیین نمودن جزای ماموری صادر نمودن این کردار باشد شخص به جوابگری جنایتی کشیده می شود. برای در عمل تطبیق نمودن تغییر الهه‌ها در کدکس حقوق بیرونکنی ماموری جمهوری تاجیکستان از طرف شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در این سمت کارها پرزور کرده می شوند. ریت‌های مشترک گذرانده می شود. در مجموع همه آن حالت‌های حقوق بیرونکنی که در کدکس حقوق بیرونکنی ماموری جمهوری تاجیکستان و کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با تغییر الهه‌ها پیش بینی شده است برای حفظ ترتیبات جمعیتی به خطر اهالی و تامین امنیتی کشور مقرر گردیده است. کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی شهر ترسونزاده نیادارند طبق نقشه کاری خود ریت‌های مشترک را به طور دائمی در منطقه ادامه دهند.